چپ آزاد وطن کې ساده آزادۍ اخلما د آزادۍ اخلما خمار شفاخانه هزار بستر در بخشای دارو درمانی و بخشای مشاوره‌دهی فعالیت میکنه. در دو بخش. یک بخش تداوی دوایی که مدت 15 روز در بر میگیره، دوره دیتاکس برش میگیم، یا دوره سمزدایی، دوره است که آغاز مرحله تداوی مریض است، مدت 15 روزه در بر میگیره. بعد از 15 روز دارو درمانیشون، تداوی دواییشون تمام میشه، مرحله دیتاکسشون تمام میشه و مرحله ریهاب یا بازدوانی مریضا معرفی میشن، در این دو مرحله تداوی میشن. بله، ما در دو بخش فعالیت داریم. هم خدمات بستری داریم داخل بستر و هم خدمات اوپیدی داریم. اوپیدی به شکلی است که اونم تقریبا در دو بخش تنظیم شده. یک بخش هماهنگی ما با کمپ‌های دیگه که مربوط به وزارت داخله میشه. مثلا در مجاورت ما کمپ امید است که ما تیم ما روزانه میره، مریضایی که اونا جمع‌آوری میکنن اونا رو اوپیدی میکنن. حدوداً تیم ما روزانه 2 الی 300 مریض در 24 ساعت اونجا اوپیدی داره. و علاوه از او در شعبه خود موتیویشن ما بعضی از مریضای ما مراجعه میکنن، آماده نمی باشن برای تداوی و برای زو انگیزه دهی میکنیم، برای از او آماده میسازیم برای تداوی. یک اوپیدی یا تداوی سراپا برای زو پلان میکنیم. در مدت 15 روز، یک ماهی که مرحله ریهاب است، اینا برای مریضا مشاوره میتن و انگیزه میتن و یارا برای ازی که بار دوم با مواد باید یا روی نبیارن، چطور خود جان خود از مواد نجات بتن، چطور از رفقای خود دوری بکنن، اما طرز العملی که بتونن حفظ کنن خود از مواد برای زیاد راهنمایی میکنن. ما اینجا متخصصین عقلی و عصبی داریم که در رابطه با افسردگی مریضا تداوی دارویی هم برای مریضا میکنیم و بر علاوه از او باز مشاورین ما هم برشان تداوی مشوره دهی انگیزه دهی و روانی میکنن برشان. بله، ما یک چیزی به نام فالوآپ میکنیم، یعنی تعقیب مریضا را ما تیم داریم که بعد از اینکه از شفاخانه مرخص شدن، اینجا صحتیاب شدن، کت کارمندای ما کت بخش روانشناسی و مشاورین ما در تماس می بوده باشن، مشوره میگیرن، راهنمایی میگیرن برای اینکه دوباره به مواد روی نبرن. هرگاه اونا خوف ازی برشان ایجاد شد یا دانستن که ما دوباره به مواد احتمال داره که روی بره، با مشاورین خود تماس میگیرن و باید میان داخل شفاخانه. یه شعبات داریم که برشان باز مشوره میدیم چطور بتونم جان خود نگاه کنن از مصاب شدن بار دوم به مواد. بله، پروگرام های حرفوی است. قبل هم گفتیم در مجاورت ما کمپ قرار داشت که بنام کمپ امید بود. فعلا مرحله دیتاکس مریضا را که وزارت امور داخله جمع‌آوری میکنه تداوی میشن و فعلا ما مریضا را به کمپ آغوش که در پل چرخی موقعیت داره اونجا روان میکنیم. موضوع بخش های حرفه‌ای سرشون تعلیمات داده میشه. خدمات کاملا مجانی است. خدمات مربوط به وزارت محترم صحت عامه میشه و کاملا مجانی است. دستاوردهای ما شما میفهمید که امی که در شهر میره میبینه که معتادین نیستن، صحیح، معتادین جمع هستن، معتادین نیستن دیگه، مثل ازی که در زیر پول بوده باشن و در هر گوشه جدا بوده باشن و نظم جامعه را بر هم بزنن. یعنی بزرگترین دستاورد است که شهر پاک است، معتاد در داخل شهر دیده نمیشه، جمع‌آوری شده است، تحت تداوی قرار گرفته است و این بزرگترین دستاورد برای شفاخانه ما است که از یگان سرقت و بالاخره جنگ ها و درگیری ها و کشکش هایی که بین از اینا با وجود میاد در اثر نیازهایی که یا متکی به مواد می بوده باشن و روانشون نرمال نمی باشه، برای فامیلای خود دردسر هستن، برای جامعه دردسر هستن، برای خودشان دردسر هستن. بزرگترین دستاورد ما است که ما تونستیم میره اگر به صفر نرسونده باشیمش حداقل به حد اکثر کاهش داده میشه. کسایی که به احتیاط اخته هستند پیام ما است که شفاخانه در خدمتشون قرار داره. 24 ساعت کارمندای ما بسیار با مهربانی و با عطوفت و با نرمش در خدمتشون قرار داره، چون اینا مریضایی هستند که روان خوب ندارن، اعصاب خوب ندارن
بالمقابل کارمندان ما باید با بسیار حوصله‌مندی و ظرفیت و توانمندی در برابر ازیا برخورد بکنن که با اینمی روحیه کارمندان ما آماده هستن برای ازیا خدمات را بکنن. و از همه فامیلای محترم خواهش میکنیم وقتی که درک میکنن که یکی از اعضای فامیلشون معتاد است و یا جماعتی که در دور و بر قرار داره که میبینن که همسایه و قوم و دوستشون معتاد است، به شفاخانه مراجعه بکنن، به شفاخانه انتقال بتنش. اینجا ما در خدمتشون هستیم. به وجه حسن برای اینا رسیدگی میشه. مدت 45 روز تداوی میکنیم. بعد از 12 خانه بعد از اینکه تسلیم فامیلایشون شدن، باز اینا به شکل تعقیبی هم مشورای رایگان برشون داده میشه. و خواهشم از جامعه همی است که حمایت کامل خود داشته باشه از ما، تا ای که ما بتونیم یک دستاورد بزرگتر و کلانتر پیدا بکنیم، ما را حمایت بکنن. تیمای ما وقتی به ساحه میرن، ما یک تیم داریم به نام آگاهی دهی و وقایه از مواد مخدر. هفته 2 الی 3 روز میرن به ساحه، در مجامع بزرگ، اجتماعات بزرگ، چه مکاتب هستند، چه پانتونا هستند، چه کورسا هستند و چه شورای عالی مردم است، چه مساجد است که مردم میشینن بر مردم تبلیغات میکنن، راهنمایی میکنن که جوانان از مواد مخدر باید وقایه شوند و در صورتی که نیاز باشه ما در خدمتشان هستیم، باید برن به شفاخانه بستر بکنن. و که تیمای ما، که خود ما از جامعه خواهش ما میست، پیام ما میست که همکار بوده باشه. زندگی اخلما لزندگی اخلما